درود رفقا، حالتون چطوره؟ حساس ترین قسمت بدن چشم انسانه. امروز هم اومدیم موارد مهم جهت خرید عینک اسکی رو با هم مرور کنیم. عینک اسکی یکی از مهمترین ملزومات ورزش اسکیه. عینک‌های اسکی به گونه‌ای طراحی و تولید میشن که برای هر دو رشته اسنوبورد و آلپاین قابل استفاده هستن. خرید عینک اسکی برای بسیاری از افراد سخت و زمان بره. دلیلش هم وجود چندین برند مختلف و معتبر در بازاره که اقدام به تولید عینک‌هایی با ویژگی‌ها و قیمت‌های متنوع میکنن. شما هم میتونید توی کامنت ها تجربه استفاده و برند عینکتون رو برامون بنویسید. در ادامه یه سری نکات مهم جهت راهنمایی شما و خرید راحت تر رو توضیح میدم. نکته اول، شکل لنز عینک اسکی. لنز عینک اسکی مهمترین وجه تمایز بین عینک‌های تولیدی توسط برندها و شرکت‌های مختلفه. لنزهای عینک‌ها در دو دسته کلی استوانه‌ای و کروی طراحی و تولید میشن که تفاوتشون رو توی کپشن نوشتم. نکته بعدی، نوع لنز عینک اسکی. نوع لنز از موارد مهمیه که علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت عینک اسکی، در هنگام خرید نیز باید توجه ویژه‌ای به اون داشته باشین. لنزها از لحاظ نوع به 4 دسته کلی آینه‌ای، رنگی، پولاریزه و فوتوکرومیک تقسیم میشن. نکته بعد، تکنولوژی لنز عینک اسکی. برندهای تولید کننده عینک اسکی در سالهای اخیر اقدام به طراحی و تولید لنزهای خود با فناوری و تکنولوژی انحصاری و خاص خود نمودند تا ورزشکاران رشته‌های زمستانی از جمله اسکی دید بهتر و طبیعی‌تری رو در شرایط مختلف جوی کوهستان داشته باشند. نکات بعدی که میگم تو همه برندها هست و باید راجع بهش بدونید. شکل‌های فریم عینک اسکی که تا الان به 3 بخش تقسیم میشن. فول فریم، ساختار فریم عینک قابل مشاهده است و دور لنز رو به صورت کامل پوشش میده. بدون فریم یا همون فریملس، لنز ساختار عینک رو به صورت کامل میپوشونه. نیم فریملس، برخی از قسمت‌های فریم در کناره‌های لنز قابل مشاهده است. نکته بعدی، درجه عبور نور مرئی یا همون VLT لنز عینک اسکی که بین 5% برای روزهای آفتابی تا 100% برای هوای ابر و مه و شب هستند. و رنگ لنزها که تأثیر مستقیم بر میزان نور ورودی و دید بهتر در شرایط مختلف جوی رو ایجاد میکنند. دبل لنز یا دوال لنز بودن عینک، قابلیت تعویض داشتن لنز به صورت پین یا مگنتی، سیستم تهویه و ضد مه بودن عینک اسکی، سایز و فیت عینک اسکی که شامل اسمال، مدیوم و لارج میشه، قابلیت اوورد گلاس یا همون OTG که امکان استفاده عینک طبی زیر عینک اسکی رو میده، سازگاری عینک با هلمت و در آخر هم بند و فوم داخلی عینک اسکیه. امیدوارم این آموزش هم مثل دفعات قبل براتون مفید واقع بشه. حتما ما رو همراهی کنید.